وقتتون خوش. تحلیل ها و مبارزات امروزین ماست که آتی و آینده ما رو می سازه. یعنی بستری رو که ما امروز پیریزی می کنیم فردا می تونیم بر او بنیادهای استواری رو طراحی بکنیم و سازه محکم داشته باشیم. ما امروز قصد داریم اتفاقات اخیر کورپوریشن ایرانی یهود آنوسی رو بررسی کنیم. همونطوری که توسط تریبون‌های بلندگوی رسانه‌ایشون ذهنیت مردم رو بمباران می‌کنند، با خدعه‌های مختلف و با برنامه‌های مختلف تحلیل‌های راپرین بماند برای آیندگان، بماند برای رزومه کاری و مبارزاتی این فرزندان انقلابی سرزمین کردور. به همین خاطر تحلیل‌های ما بایستی افقی رو در آینده متصور باشه برای کسانی که سالیان آینده به این مسیر مبارزه خواهند افتاد. ما در دیبیت های قبلیمون گفتیم اگر نیروهای به اصطلاح انقلابی آن زمان در سال 57 تحلیلشان درست بود و دچار خودفریبی نمی شدن و درست انقلاب رو تحلیل می کردن و تحلیل واقعیشون این می بود که این انقلاب آمریکایی بوده، شاید درست‌تر با شخص آیت الله خمینی برخورد می کردن. اما خب این توهمات تا به امروزم در ذهنیت و در پیکره این به اصطلاح اپوزیسیون پابرجاست و ماندگاره. ببینید اتفاقاتی که این روزها ما شاهد هستیم از گرانی های سر به فلک کشیده‌ای که از اقلام و اجناس گرفته تا کالاهای ضروری مردم و همچنین ارز، بازار طلا، سکه و اتفاقاتی که تحت نام انفجارهای مختلف دارند برنامه ریزی و مهندسی می کنند در پی اتفاقات 3 سال گذشته است بعد از مرگ اکبر هاشمی رفسنجانی که ما تحلیل کردیم پروژه جانشینی علی خامنه‌ای کلید خورده و تمام اینها رو بیت رهبری و سپاه پاسداران و حفاظت اطلاعات سپاه پاسداران دارند هدایت میکنند و مهندسی میکنند. آنچه که امروز موجود نیست نیرویی است مردمی، مبارزاتی، انقلابی که صادق باشه با خودش، آرمانی داشته باشه، ایدئالی رو تعریف بکنه. به همین خاطر آنچه شما به نام تریبون میشناسید در چنبره حاکمیت دولت ایرانی یهود آنوسی است. به همین خاطر واجبه که ما مسیر راه رو درست طراحی بکنیم، درست ببینیم و درست تحلیل بکنیم. من در یکی از برنامه‌های پانورامای شبکه نور تحلیلی داشتم که در اون تحلیل اشاره به حضور کرونا در پاییز سال گذشته در این سرزمین اشغال شده توسط کورپوریشن ایرانی یهودی کردم. خبر 23 کانال رسمی سپاه پاسداران که من در پیج خودم الان اون رو به عنوان فکت و سند گذاشتم اعلام کردن که گویا ما دچار توهم شدیم
و ما گفتیم که معلوم نیست که این کرونا از ایران به چین رفته باشه یا از چین به ایران آمده باشه. ظاهراً BBC امروز خبری رو مخابره کرده که دال بر این مطلب که این کرونا در آذر ماه هم در ایران بوده. گوییم که ما دوستان پزشکی داریم، رفقای پزشکی داریم، با پرونده های پزشکی که دارند این داستان رو تا اوایل پاییز گزارش میدن. این آن چیزی بود که هیچ رسانه دیگری مخابره نکرد. همچنین تحلیل های راپورین کردوار سربخو باعث شد که پروژه علی خامنه‌ای بیت رهبری و سپاه پاسداران دچار مشکل بشه. حالا سپاه پاسداران یک جور دیگری بازی رو داره طراحی میکنه و ما بایستی این رو تحلیل بکنیم تا بدانیم اوضاع آینده به چه صورت خواهد بود. ببینید ما در تحلیل هامون گفتیم که انقلاب 57 آمریکایی بود. این رو همشون میگن. شما برید از سران اپوزیسیون بپرسید، اینا همه زندان بودن، ناگهان انقلاب 57 میشه. بعد مجاهدین خلق بهار 58 سفارت آمریکا را اشغال میکنن. مهندس بازرگان با فرمان آیت الله خمینی سفارت رو تخلیه میکنن. 13 آبان همون سال دانشجویان پیرو امام سفارت رو اشغال میکنن، گروگانگیری میکنن و بعد این گروگانگیری به حساب آقای رونالد ریگان ریخته میشه و ایشون بر اریکه ریاست جمهوری آمریکا تکیه میزنند. و کی سوال نمیکنه خب چرا شما نخواستید که این به حساب مجاهدین خلق گذاشته بشه و بایستی به حساب خمینی می بود. حسین باستانی به قلم حسین باستانی در مورد احمد توسلیان به قلم احمد توسلیان مقاله‌ای داره دال بر این مطلب. احمد توسلیان همون فرمانده سپاهی بود که گویا در سال 61 در مسیر بیروت ربوده شد. تا به امروز هم مثل پیراهن عثمان همه جا در می آوردند و دنبال اینها بودند و ظاهراً همون دوران کشتن احمد توسلیان رو. این مقاله درازی که این آقای باستانی نوشته و از خاطرات مختلف صیاد شیرازی و محسن رضایی و فرماندهان جنگ و هاشمی رفسنجانی اینها نقل قول میکنه، به این خروجی میرسه که اینها نیروهایی رو که به سوریه اعزام کرده بودن خمینی نمیدانست. بعد از اینکه خمینی دانست اخطار شدید داد به صیاد شیرازی و گفت خون از دماغ هر کدام از این نیروها بیاد شما مقصرید و شما مسئولید و نیروها رو خارج کردن از سوریه. احمد توسلیان میگه این سوری‌ها نمیخوان بجنگن با اسرائیل، خدا آقام نمیخواد با اسرائیل بجنگه. بعد تحلیل میکنن میگن که شایع شده بود که اشغال آزادسازی خرمشهر همزمان شده بود با اشغال بیروت با اسرائیل. ما رفتیم که در دهان این عرب ها رو ببندیم. حالا داستان داره. خروجیش اینه که آقای خمینی گفت ما با اسرائیل درگیر نمیشیم، کلا سرمون رفته، نمی کنیم این کار رو. خب یعنی اینا سوال نمیشه برای این مردم که این آقای آیت الله خمینی آمریکایی یهود آنوسی که اونجا قرار گرفته یه عده انسانهای ساده لوحی که تحت تأثیر فضای دهه 70 و 80 و مسائل جهانی قرار گرفته بودند، اینها باور کرده بودن ضد امپریالیسم بودن رو، ضد اسرائیلی بودن رو و این بازی هایی رو که صورت دادن. اینها کاملا اثبات میکنه اینکه کورپوریشن ایرانی یهود آنوسی ساخته و پرداخته دول غربی خصوصا بریتانیا و ایالات متحده آمریکاست و تا به امروز هم ساپورت میشه. حالا ما ظرف 3 سال گذشته مطالبی رو که ارائه دادیم، تحلیل هایی رو که کردیم از چیزی که اینها بهش میگفتن اعتراضات مردمی، اعتصابات، چهره های مخالف جمهوری اسلامی،
همه ساخته و پرداخته دستگاه حفاظت اطلاعات سپاه و بیت رهبری بود. از اون چهره ها آقای نوریزاد هستند، محمد نوریزاد. محمد نوریزاد موبایلن، ظاهرا تمام زندانهای کشور رو میگردن. بعد از این ماجرای کرونا بازی دیدین این آقا خودزنی کرد و زنش بیرون از زندان داشت مصاحبه های مختلف میکرد و ننه من غریبم بازی در می آورد. این آقا رگ خودشو میزد. حالا ناگهان سر از اوین در آورده. این آقای محمد نوریزاد قهرمان سر از اوین در آورده. خب یک تحلیل 11 دقیقه‌ای داره، آدرس خودشم میده، بند 6 اوین نشسته و داره برای مردم تحلیل میکنه. خب ما اینو گوش میدیم، تحلیل آقای نوریزاد رو. مهمه اینها، چون همینها ذهنیت شماها رو میسازه. همینها باعث میشه که شماها چگونه تصور بکنید و چگونه حرکت بکنید. اینا اون کسایی هستن که تریبون در اختیارشونه. اینا اون کسایی هستن که بلندگوهای بزرگ رو در اختیارشون قرار میدن تا صحبت کنن. حالا بعدش هم به ماجرای روح الله زم و اون همکاران موازی آقای روح الله زم و سناریوی اعترافگیری آقای روح الله زم هم خواهیم پرداخت. اینها بماند برای تاریخ. یاران راپارین کردوار سربخو هم بدانند این دیبیت ها سند تاریخی است، زیرا در آینده تمامی تحلیل هایی که ما کردیم از اتفاقاتی که قرار است بیفتد و انجام میدن اینها بعداً محل استناد شما خواهد بود. در راستی آزمایی، در میزان صداقت، در میزان بهره‌وری و ذکاوت سیاسی جریان انقلابی راپارین کردوار سربخو. داستان رهبر شدن مجتبی خامنه‌ای به قدم محمد نوریزاد. ببینید، توجه داشته باشید، از همین اول و ابتدای داستان قش آقای محمد نوریزاد آغاز میشه. ببینید اینجا میگه که رهبر شدن مجتبی خامنه‌ای، یعنی ایشان رهبر این جمهوری اسلامی میشند، یعنی در جایگاه ولی فقیه قرار میگیرن. این مهمه چون ما به این میپردازیم. درود و سلام هموطنانم. امروز 16 تیر ماه سال 99 است و من از بند 6 زندان اوین با شما سخن میگویم. از فردای خود خبر ندارم که اطلاعاتی ها و سپاهی ها به این راحتی دست از سرم بر نخواهند داشت. میخواهم از مجتبی خامنه‌ای بگویم. شخص مجتبی خامنه‌ای اگر بخواهم در کوتاه‌ترین جمله تعریفش کنم میشود این: یک ملای مخوف اطلاعاتی امنیتی که بر بیش از نیمی از سرداران سپاه و کل سپاه و کل دولت و مجلس و کل دستگاه قضایی نفوذ دارد. آدم کش است و دزد. خب اینا همش تمجید بود ها، یعنی مرغوبیت میده به آقای مجتبی خامنه‌ای. آدم مقتدر چه میدونم، مقتدر جانی جنایتکاری که نفوذ داره بر دستگاه سپاه پاسداران، بر دستگاه های دولت و قوه قضاییه و اصلا کشور در ید این آقا قرار داده. این آقا آدم مستبدیه. مثل کی؟ مثل رضاخان. یادتون هست در اون اعتراضاتی که در اصفهان میکردن، در قم میکردن، میگفتن رضا شاه روحت شاد؟ یادتونه این قبرش رو تکون میدادن، جنازش رو پیدا کردن، بعد این تصویر آقای رضا شاه رو مخابره میکردن؟ این همون توصیفات رضا شاهه.
یک انسان احمق، آدم کش، خطرناک، مخوف، این از اون نوع چهره هایی که این رعایای کورپوریشن ایرانی آنوسی دوست داره، خوشش میاد از این چهره ها، دوست داره. اینا همشون جزء فضائل این آقاست، جزء رذائلش نیست. مردم این چیزا رو دوست دارن، مردم این که اینها ساختن. داماد حداد عادل تریاکی است و خود حداد عادل پیش از انقلاب مسئول دفتر سید حسین نصر بود که این سید حسین نصر با همه باسوادیش مسئول دفتر خانم فرح پهلوی. مجتبی خامنه‌ای بچه دار نمیشد، چه باید میکرد؟ مگر انگلیسی ها مرده اند؟ پیش به سوی بیمارستان هامر اسمیت لندن که محل چکاپ و درمان بسیاری از ملاها و آیت الله های فراماسونر مثل مهدوی کنی و فاضل لنکرانی و واعظ طبسی و سیستانی. مجتبی خامنه‌ای این آخوندهایی که گفت مراجع بزرگ تقلید شیعه بودن، واعظ طبسی و آیت الله سیستانی و شنیدید. همه این هم چه کارن؟ همه این هم فراماسونین و در بیمارستان همر اسمیت لندن هم درمان میشن. خب اینا کیان آقایان فراماسون؟ خب طبیعتا اینها جزء حلقه نظام سلطه جهانی هستند، اینا یهود آنوسی هستند. ببینید اینجا به مراجع بزرگ تقلید شیعه ایشان میتازد. به اینها میگه اینا چی کارن؟ اینا فراماسیونری هستند، فراماسیونند. ما ادامه میدیم این رو. خود ساختار حکومت این ایرانشان، این ایران خودش یک کورپوریشن هست، ساخته دست اینها هست. حالا ما ادامه میدیم. با یک چمدان یورو به لندن رفت، کم 2.5 میلیارد یورو که بابک زنجانی با فروش نفت و با دور زدن تحریم‌ها برایش به کیسه ریخته بود. یک حساب بانکی به اسم مجتبی خامنه‌ای باز شد به مبلغ 2.5 میلیارد یورو. به همراه مجتبی خامنه‌ای و همسر نابارورش سعید امامی بود تا امنیتش را برقرار کند و مادر مجتبی خانم خجسته. عمل لقای مصنوعی برای باردار شدن همسر مجتبی خامنه‌ای 1-2 ماهی به درازا انجامید. در همین مدت مادر سعید امامی از دنیا رفت و او همچنان پروانه‌وار در اطراف مجتبی بود تا عمل باروری با موفقیت انجام شد و بدبستان‌های اطلاعاتی بین مجتبی و دستگاه‌های امنیتی انگلستان نیست. به ایران که بازگشتن آزار وضع حمل آشکار شد و بچه‌ای چند صد میلیون یورویی به دنیا آمد. یک ملای یک لاقبا این همه پول را از کجا آورده بود؟ سعید امامی عمر زیادی نداشت. با قتل‌های زنجیره‌ای که به فرمان شخص خامنه‌ای صورت پذیرفته بود، سعید امامی قربانی شد تا ماجرا فیصله پیدا کند. اصغر حجازی مشاور امنیتی خامنه‌ای دستش به خون فروهرها و نویسندگان آغشته بود و با سرکشیدن واجبی توسط سعید امامی انگشت اتهام از بیت رهبری و از اصغر حجازی برداشته شد و با سعید امامی به گور رفت. زن سعید امامی که باید طبق فرمایش خامنه‌ای اسرائیلی از آب در می آمد، بیش از 2000 شلاق خورد و به او تعرضات جنسی و فیزیکی بسیاری صورت گرفت تا بنا به گفته خامنه‌ای پای اسرائیل به آن قتل‌های بیت رهبری گشوده شود. به اشاره شخص البته آقای نوریزاد، شما خودت نه واجبی میخوری نه پودر نظافت میخوری. شما یه روز وکیل آبادی، یه روز مشهدی، یه روز تهرانی.
شما خانمت هم کسی نمیگیره 2000 تا شلاقش بزنه که اعتراف بکنه بهایی یهودی با اسرائیله. این همون داستانیه که شماها این رو به همه نسبت میدید. شما سرجات نشستی قشنگ داری در مورد خامنه ای و پسر خامنه ای و دستگاه فراماسونری و نیروهای اینتلیجنس سرویس بریتانیا و ایالات متحده آمریکا صحبت میکنی. حالا ما این رو تحلیل میکنیم، شما فعلا صحبت کن. خامنه ای حدود 40 تن از گنده های نظام مثل قاسم سلیمانی، قالیباف پسرخاله مجتبی خامنه ای، عزیز جعفری فرمانده وقت سپاه و برخی از سران کشور چون شیخ حیدر مصلحی و حداد عادل تریاکی به حضور سید علی خامنه ای می روند و رهبری مجتبی خامنه ای را به او پیشنهاد می کنند، با این ادله که به صلاح مملکت نیست که جایگاه رهبری از خاندان خامنه ای به دیگری یا به دیگران کوچ کنند. توجه بکنید یک بار دیگه تاکید کرد بر رهبری. رهبری یعنی رهبریت همین جمهوری اسلامی، یعنی جانشین ولایت فقیهی، یعنی همین. در آن مجلس سخن از مخالفانی چون اکبر هاشمی رفسنجانی پیش آمد که او و برخی از آیت الله ها مخالفت خواهند کرد. چشمک هایی زده شد که آقا جان نگران آنها نباشید. در انتخابات خب این یک دروغ بزرگ بایستی باشه. ببینید اگر قرار مجتبی خامنه ای رهبر جمهوری اسلامی بشن، یعنی تبدیل بشن به ولی فقیه، رقیب اصلی ایشان به حریف بزرگشان اکبر هاشمی رفسنجانی نیست. رقیب سیاسی اکبر هاشمی رفسنجانی. ولایت فقیه یک مقام دینیه و سیاسیه و اون کسی هم که انتخاب میشه خودش هم باید عضو خبرگان باشه. مثلا شما اینجا با وحید خراسانی طرفین، با سیستانی طرفین، با آیات الزام یکی پس از دیگری مراجع بزرگ تقلید شیعه، همونه که شما اسمشون را آوردید، طرف هستید، نه با رفسنجانی. اون چیزی رو که تو نمیخوای بگی اینه که مردم فکر میکنن اینا میخوان این رو جانشین بکنن، تو داری صحبت میکنی، این رو مثلا داری افشا میکنی. این همون سفارشی است که شما به سفارش سپاه داری کاراتو انجام میدی. من اینو تحلیل میکنم. از صحبتات تموم شد. مجلس خبرگان هاشمی رفسنجانی نفر نخست تهران شد و جنتی نفر آخر. در روز افتتاحیه مجلس خبرگان خفته اصغر حجازی مشاور امنیتی سید علی خامنه ای 15 دقیقه به داخل مجلس خبرگان رفت و دم گوش رفسنجانی چیزی گفت. همان چیز ناگهان جنتی نفر آخر را رئیس مجلس خبرگان کرد. هاشمی رفسنجانی که زمزمه رهبر شدن مجتبی را شنیده بود این اواخر سخن از شورای رهبری می گفت. مصباح یزدی و شیخ محمد یزدی نیز که با هوشیاری مردم تهران از مجلس خبرگان بیرون انداخته شدند باید از رهبر شدن مجتبی حمایت می‌کردند. گفتند چشم و هر دو از قم و مشهد به مجلس خبرگان راه یافتند. سر هاشمی رفسنجانی را زیر آب کردند. پس مخالف درشت از میان برداشته شد و بقیه نیز ماستها را کیسه کردند. ماند خاندان لاریجانی و شیخ صادق لاریجانی. با داستان جاسوسی دختر لاریجانی و بعد پرونده قطور تبریپور که حتما تای
شیخ صادق لاریجانی را به میان میکشید، رهبر همین هفته گذشته جانانه از شیخ صادق لاریجانی دفاع کرد و او را یا پای او را از پرونده تبری بیرون کشید. اکنون شیخ صادق با این رسیدن ولایی دستمال دست گرفته و نعلین مجتبی را غبارروبی می کند. خامنه ای شیخ صادق را که خواب رهبر شدن میدید از بیخ دستگیری رهاند. همه دزدی های تبری پور یک سرش به شیخ صادق لاریجانی بنده است. پس شیخ صادق نیز ریشش را تراشید و لای دستمال نهاد و برای مجتبی خامنه ای فرستاد. ماند روحانی رئیس جمهور که از لوژ فراماسونری لندن وعده رهبری گرفت. کجا؟ در تهران در باغ آیت الله. خب مجتبی خامنه ای از کی، شیخ حسن روحانی از کیا فرمان رهبری میگیره؟ از لوژ لندن. بله. صالحی خانساری در شمال میدان نور تهران که جواد ظریف که پسوند فامیلیش نیز خانساری است که به او نیز وعده ریاست جمهوری دادند. یعنی همین لوژ. ببینید این اعترافاتی که اینها در مورد فراماسونری دارن میکنن یا میگن یا میخوام تو اینطوری فکر کنی، کاملا به شما ثابت میکنه که مردم اینجا هیچکارن. اینجا یک سری مدیر عامل و کارمند یک کورپوریشن داره کار میکنه، حالا فراماسون نباشن، وابسته به محافل دیگه قدرت نظام سلطه باشن، مهر چینی میکنن، طرف وعده رهبری بهش میدن، طرف وعده ریاست جمهوری بهش میدن. خب اینا یک جورایی خب خیلی توهینه قشنگیه به شماهایی که فکر میکنید مردمید، به شماهایی که همچین دلتون رو صابون زدید با این تاریخ مشعشعانه این سرزمینی که بهش میگید ایران. حالا ادامه میدیم. فراماسونری آیت الله صالحی خانساری به جواد ظریف خانساری وعده ریاست جمهوری در دور آینده دادند. وقتی قاسم سلیمانی به روحانی می نویسد من دستهای شما را می بوسم، این نشان از یک رسم فراماسونری دارد. پس آمریکایی ها سلیمانی را حذف کردند. وقتی قاسم سلیمانی نامه می نویسه به حسن روحانی میگه دستهای شما رو می بوسم، این یک رسم فراماسونریه. پس آمریکایی ها قاسم سلیمانی را حذف کردن. برای کی حذف کردن؟ برای بیت رهبری. خب پس این جریان 40 سال جمهوری اسلامی ضد آمریکا و اسرائیل چی میشه آقای موسی؟ این حرفایی که تو از اوین میزنی چی میشه؟ این ترقه بازی هایی که شما با آمریکا داری میکنی چی میشه؟ چرا این مردم از خودشون سوال نمیپرسن چرا آمریکا بایستی قاسم سلیمانی را حذف بکنه؟ مگر تمام شماها تحلیل نمی کردید 40 سال جمهوری اسلامی با ایالات متحده آمریکا و اسرائیل دشمن است؟ تحلیل شما بود دیگه. الان بایستی تحلیلگران BBC شما، منوتوی شما، وایس آف امریکاتون، دویچه ورلتون، رادیو فرداتون تشریف بیارن و تحلیل بکنن که شما از روز اول یا آدم کلاهبردار بودی یا آدمی بودی که مورد استناد اینها بودی، نامه به خانم نعیمی نوشتی، به شهرهای مختلف میرفتی، خانواده زندانیان سیاسی رو میدیدی، شما یک آدمی شده بودی نماد شجاعت و کرامت و انقلابیگری در مقابل علی خامنه ای. حالا شما اینو پاسخ بده، دونالد ترامپ چرا بایستی قاسم سلیمانی رو بکشه برای علی خامنه ای؟ ببینید تحلیل رو راپرین کرده، راپرین گفت و راپرین میگه تا به امروز که کورپوریشن ایرانی اشغالگر سرزمین کردوار است. این ایران اسم یک کورپوریشنه، اسم سرزمین که دولتی برخواسته از اراده ملتی باشه نیست.
شما به عنوان کارمندان این کورپوریشن بر ساختگان دست یهود جهانی هستید. من رو گفتیم. حالا صحبت‌های شما داره یواش یواش واضح تر میشه. داستان داره قشنگ واضح میشه. حالا من میگم انحرافات صحبت‌های شما کجاست؟ تا روحانی پناهی جز مجتبی خامنه‌ای نداشته باشد. فراماسون‌ها به روحانی پیغام داده بودند که در ورشو بماند و دولت در تبعید را سامان دهد. روحانی اما سراسیمه دوید به سوی بیت رهبری و پیام ماسون‌ها را به سید علی داد و پیمان بست که تا جان دارد در خدمت مجتبی و رهبریش بماند. جای شوخی نبود. روحانی مرگ آنچنانی رفسنجانی را به چشم دیده بود و نمیخواست به سرنوشت او مبتلا شود. قبلا یک لرد انگلیسی در مجلس اعیان فریاد برآورده بود که دولت انگلستان باید وضعیت پولهای هنگفت مجتبی خامنه‌ای را روشن کند و مالیات نگهداری این همه پول را به خزانه عمومی بریزد. به دستور سید علی و شخص مجتبی لاطلوط‌های بسیجی ریختند و سفارت انگلستان را تسخیر کردند و اوضاعش را به هم زدند. سید علی به انگلیسی‌ها پیغام داد با پولهای مجتبی کاری نداشته باشید یا هرچه می‌کنید علنی نکنید که ما در داخل نیمچه آبرویی به هم زدیم و نمی‌خواهیم این آبرو بریزد. انگلیسی‌ها پذیرفتند و برای اینکه بیت رهبری رد گم کند لاطلوط‌هایش را روانه سفارت عربستان کرد تا آنجا را به آتش بکشند. پس تسخیر سفارت انگلستان و داستان پولهای مجتبی در بانک‌های لندن رفت به حاشیه و مردم بینوای ایران سرگرم سوختن سفارت عربستان شدند. اکنون مجتبی و دستیارانش سرگرم یارگیری و حذف مخالفینند. ملای پخمه‌ای چون علی اکبری که همدرس مجتبی بوده می شود امام جمعه موقت تهران و دبیر ائمه جماعات کل کشور تا امام جمعه های معترض اما پرسابقه را خانه نشین کند و به اسم جوانگرایی ملاهای همراه با مجتبی خامنه‌ای را بر سر کار آورند. در این میان علم الهدای مشهد بیش از همه امام جمعه ها برای رهبر شدن مجتبی بالبال میزند. او رسما دستبوس مجتبی است. اما از همه اینها که بگذاریم میبینیم بر روی کاغذ همه مخالفین رهبر شدن مجتبی خامنه‌ای حذف یا برکنار و خانه نشین شدند و همه موافقین بر سر کار آمدند. در این میان یک پارامتر اساسی از نظر دور مانده و آن مردم ایران است. مردم ایران حتما به رهبر شدن مجتبی خامنه‌ای یک شیشکی بزرگ خواهند بست. باشیم و تماشا کنیم. محمد. بله، راهکار انقلابی آقای محمد نوریزاد هم دیدیم که شیشکی بود که مردم ایران به رهبریت آقای مجتبی خامنه‌ای خواهند داد. این به اصطلاح انقلابیون مردم ایران هستند. اینا اپوزیسیون جمهوری اسلامی هستند. غشی که تو کار این آقا بود این بود. ببینید بیت رهبری و سپاه پاسداران از سال گذشته کارشون به مشکل برخورد. نتونستن پروژه رو اجرایی کنن. بعدی خامنه‌ای ترسید. و همین خاطر فاز رو عوض کردن. حالا میخوان سوار بر قضیه بشن. شما ماجرای زم و آمد نیوز رو هم دیدید. تمام این کلونی های دولت ایرانی که آمریکا برنامه ریزی کرده براشون داشتن یک مطلب رو دنبال میکردن. ناگهان همه یک شبه تبدیل به مخالفین جمهوری اسلامی شدند. کسی مخالف کورپوریشن ایرانی آنوسی یهودی نبود. همه مخالف جمهوری اسلامی شدند. شخص علی خامنه‌ای
بعد هر اتفاقی هم که میافتاد به حساب انقلابیگری و شورش مردم و این چیزها میریختند. نشد. سویچ کردن و داستان عوض کردن. حالا داره رو بازی میکنن. سپاه داره رو بازی میکنن. یعنی که 4 تا فوش به علی خامنه ای بدی یا توهین بهش بکنی در قدرت چیز خیلی عادیه. ته تهش این نمیشه این دموکراسی های آبکی غربی که شما میتونید تو خیابون هر فوشی به هر کسی بدی. مسئله سر اینه که شما یک روایتی رو باور بکنی. قشی که اینجا بود این بود: مجتبی خامنه ای میخواد رهبر بشه. مجتبی خامنه ای نمیتونه رهبر بشه، رهبر جمهوری اسلامی بشه. ساز و کارش رو نداره، ابزارش رو نداره، نمیتونه. کیا در مقابلش میستن؟ مراجع بزرگ تقلید شیعه میتونن در مقابلش بیستن. اما مراجع بزرگ تقلید شیعه در مقابل چه نمیتوانن بیستن؟ همونی که تو گفتی مردم شیشکی برای رهبر شدن مجتبی خامنه ای میکشن. در مقابل سلطان شدن، شاه شدن، رئیس جمهور مادام العمر شدن مجتبی خامنه ای و تغییر روایت جمهوری اسلامی به جمهوری ایرانی، جمهوری سکولار ایرانی، امپراتوریت ایرانی، هر چه که تو میخوای اسمش رو بذاری، این پسوند اسلامی رو قشنگ حذفش میکنن و این قدرت مادام العمری رو به این شخصی که شبیه رضاخانه میدن. احمق، مخوف، آدمکش، جنایتکار، همون که تو گفتی. همینا صفتهای قشنگی دیگه. ایرانی‌ها شیفته این صفتهای رضا شاهن. قلدر، بددهن، پدر سوخته، دوست دارن این چیزا رو. این اون کاریه که همتون دارید میکنید. حالا این بازی رو که رو دارید بازی میکنید، برای کی دارید بازی میکنید؟ برای مشکلات و معضلاتی که در داخل دارید. شما همینجا تمامی مراجع تقلید شیعه رو فراماسیونر معرفی کردید. یهودی آنوسی، از آیت الله سیستانی تا مکارم شیرازی تا واعظ طبسی تا آیت الله خراسانی، همه اینها فراماسیونر هستند. حسن روحانی هست، جواد ظریف هست، تمام حکومتی ها هستن. آمریکا برای علی خامنه ای قاسم میکشه. نه قشنگ، این بازی قشنگه دیگه. تکلیف شما آمد نیوز چی میشه؟ وایس آف امریکا چی میشه؟ بی بی سی، من و تو، تحلیلگران ریز و درشتتون، کومله، دموکرات، مجاهدین خلق، اکثریت، اقلیت، توده. تکلیف شماها جمهوری خواهان، سلطنت طلبان، تکلیف شماها چی میشه؟ شماها چه کاره بودید در این پروژه علی خامنه ای بیت رهبری و ایالات متحده آمریکا؟ شما چه کاره اید؟ شماها مردم رو می آوردید تو خیابان، قتل عام می کردید، کشتار می کردید، پس میفرستید. حالا این اتفاقاتی که در تهران میافته چی رو میخواد به شماها بگه؟ شما وقتی حرفای نوریزاد رو شنیدید و رد فعل‌های و ردیه های من رو هم شنیدید، به این خروجی میرسید. اینی که یهو نتنز آتیش میگیره، انبار مهمات فلانجای سپاه میترکه. اینی که یهو دلار گرون میشه، ارز گرون میشه، ما یحتاج مردم گرون میشه. اینی که یک شبه ثروت مردم به تاراج میره. اینی که مردم فقیرتر و فقیرتر میشه. اینا میخواد چی رو نشون بده؟ زدن هواپیمای اوکراینی چی رو میخواست نشون بده؟ میخواد نشون بده که سیستم جمهوری اسلامی ناکار آمده. برای کی میخواد این رو نشون بده؟ برای یک سری از بدنه معتقدی که مثل احمد توسلیان که فکر میکرد بازی جنگ با اسرائیل جدیه، امریکا ستیزی جدیه، اینا نیروهای انقلابی شیعه هستند، پرورش یافتگان مکتب علی شریعتی و مجاهدین خلق که بعداً چسبیدن به امامشون، فکر میکردن بازی جدیه. یه مشت بسیجی و سپاهی و منتر و بدبخت فکر میکنن که اینا یهود ستیزی میکنن، نیروهای انقلابی هستن. این یک معضل بزرگی که دارن.
خب باید نشون بدن که سیستم ناکارآمده. یهو اینا موشک در میکنن میزنه به ناو خودشون، ناو شکن جنگی خودشون 40 خورده نفر رو میکشن، 19 نفر رو میکشن. اینا برای چی اتفاق میافته؟ اسرائیل داره میزنه و اسرائیل بمباران میکنه. نه اسرائیل بمباران میکنه، نه اتفاقی قرار بیفته. قرار کورپوریشن ایرانی یهود آنوسی تغییر پوسته بده، روایت عوض کنه. این وسط مردم همه تماشاچی، سوس و کفزن، نابود شده، از بین رفته. یکی هم نیست بگه این جهان متعلق به این ایران جهان زشتی است، جهان کثیفی است. از 100 سال پیش که این ایران رو ساختن، این کورپوریشن رو ساختن، فقر است، فحشاست، نابودی است، گرسنگی است، قحطی است، بی اخلاقی است، بی وجودی است، سرکوب است، رنج مضاعف است، نابودی این سرزمین است، اعتیاد است. چه جهان کثیفی متعلق است به این ایران و شما صاحبش هستید. چه جهان پررنج کثیفی است که شما بهش افتخار میکنید، ولی کروروتون دارید فرار میکنید از این جهان کثیف ایرانی. پناهنده به کشورهای غربی میشید، یهودی میشید، مسیحی میشید، بی هویت تر از همه شدید. این اون جهان ایرانی است که شما دارید تصورشو میکنید اینها دارن براتون میسازن. کیهان شریعت مداری پاستون میده به وایس آف آمریکا، وایس آف آمریکا پاستون میده به بی بی سی پاس میده به علی جوانمردی، علی جوانمردی میزنه تو گل روح الله زم. شما هم همه سوت و کف میزنید. اعتراضات داریم میکنیم و مبارزات مدنی داریم میکنیم و خیلی آدمای باحالی هستیم و خروجیش این میشه که شما دارید میبینید. این مرتیکه اطلاعاتی، این محمد نوریزاد، ما از بعد از جریان هاشمی رفسنجانی تمام شامورتی بازی هایی که سپاه پاسداران در آورد رو گفتیم مهندسی شده سپاه پاسداران، گفتیم این کار آمریکاست و غربه و این پیزوری های تریاکی فاسد در حد اجرا کردن این برنامه ها نیستند. این کورپوریشن یهودی و این مدیرانش این قدی نیستن. آمریکا هم عددی نیست. بازی ها بسیار نخنماست، بسیار کودکانه است و همه این رو میفهمن. ولی خب توهم رو به این مردم دادن. مثلا شما بازی رو نگاه بکنید. یهو چرا جمهوری اسلامی قرارداد 25 ساله 400 میلیاردی با چین رو میکنه؟ چرا داره در بوق و کرنا میدمه بابت این قرارداد؟ چرا همه دارن درباره این قرارداد بزرگ نمایی میکنن؟ جمهوری اسلامی که تحریمه، چین امروز یک بشکه نفت از ایران نمیتونه بخره. چطور میتونه باش قرارداد 25 ساله 400 میلیاردی داشته باشه؟ چرا اینو بولدش میکنن؟ داستان چیست؟ چرا وسط اعتراضات جورج فلوید که آقای دونالد ترامپ به شدت افت کرده بود، اینا معاوضات گروگان ها رو کردن و جمهوری اسلامی گروگان های آمریکایی رو آزاد کرد؟ میخواد چیکار کنه جمهوری اسلامی؟ میخواد به شماها بگه ببینید سیستم جمهوری اسلامی ناکارآمده، وضعمون خیلی بده، ما نبایستی صبر کنیم تا ترامپ بره نفر بعدی بیاد، بایستی بریم خدمت آقا ترامپ باش مذاکره کنیم که چه بشه که آقای ترامپ بتواند از این برگ برنده ایران در انتخابات آتی استفاده بکند که بر اریکه قدرت بماند. مگه نوریزاد نمیگه قاسم سلیمانی رو براش کشتن؟ مگر ما این رو تحلیل نکردیم؟ دیبیت ما هست در مورد کشته شدن قاسم سلیمانی و کی کشت و چرا کشت. حالا بایستی شما از زبان بقیه بفهمید، بشنوید. کسانی که کاری نمی کنن، شما چه کاره اید تو این سرزمین؟ روی صحبتم با مردم چه کاره اید؟
داره واضح بهتون میگه لوژ لندن داره براتون کار میکنه، این داره مهر چینی میکنه، اینا همه فرامسینرن، اینا همه یهودی هن، اینا یه مشت پدر سوختن، تو هم هیچ کاری نمیتونی بکنی. این ایران شرکت بازرگانی اینه، دولت شرکتیه، تو هم شدی دایه مهربانتر از مادر، افه میهن پرستی میایی که یه چیزی نصیبت بشه، که لقمنانی نصیبت بشه. داستان اینه، اینا هیچ رقیب جدی در این سرزمین در مقابل این کورپوریشن یهودی آنوسی باقی نگذاشتن. هیچ آرمانگرایی نیست، بی اخلاقی، بی آرمانی مطلق است در این سرزمین. یه مشت مردم متوهم له شده زیر بار برنامه‌های سیستماتیک دولت جهانی، دولت یهود ایرانی. حالا آقا مجتبی رو براتون میارن، قشنگ تصویری که از مجتبی براتون ارائه داد همخوانی داشت با پیدا شدن مجسمه رضاخان قلدل پالانی، همخوانی داشت با شعار رضا شاه روحت شاد. این داره میگه مجتبی میخواد رهبر بشه، نه، مجتبی سلطان میشه، پادشاه میشه، سلطنت مطلقه میاره، ریاست جمهوری مادام العمر میاره، مجتبی هر کسی دیگه که بیت رهبری تأییدش میکنه، شخص علی خامنه ای تأیید و تضمینش میکنه. ظاهرا هیچ کسی معتمدتر نبایستی از مجتبی خامنه ای باشه. حالا بخش بعدی کیان؟ مراجع تقلید شیعه هستن. کی از قدرت بدش میاد؟ این مراجع آنوسی یهودی مگه از قدرت بدشون میاد؟ ببینید اینی که آقای صادق لاریجانی ریششو تراشیده فرستاده برای رهبر و گفته من مخلص شما، یا اینکه آقای روحانی رفتن خدمت علی خامنه ای گفتن این فراماسینرها به ما گفتن در ورشو اعلام دولت رو تبعید بکن، نرو، من غلط کردم، من چاکر شما. اینطوری نیست آقای نوریزاد. دستگاه اطلاعاتی مجتبی خامنه ای به خاطر اینکه مطمئن بشه هیچ کدام از مراجع تقلید و هیچ نیرویی که وزنی داره و ادعایی داره و انا رجلی است برای این آقا گردن کشی بکنه، کار به تجاوز به نوامیسش هم میرسه و فیلم برداری کردن از تجاوزاتی که به نوامیسش میکنن و کارهای قبیحی که با خودش میکنند. طوری نیست طرف بره قول بده فردا زیر قولش بزنه. تو بابا چه طرفی مگه؟ طویل است مگه؟ قدرت سیاسی، بازی قدرت آقای نوریزاد. حسن روحانی غلط میکنه میره میگه من چاکر شمام، بایستی بابتش تاوان بده، سند بذاره اونجا، بهش تجاوز بکنن، به خودش، به زنش، به دخترش، به پسرش، تا جرأت نکنه صحبت کنه. به مکارم شیرازی به همچنین، به وحید خراسانی به همچنین، به تمام مراجع تقلیدی شیعه بایستی تجاوز بکنند تا اینها یک زمانی شاخ نشن برای مجتبی. این گذاری که شما میخواید بکنید چه شکلیه؟ روسری هوا کردناتون، زن بازیاتون، سکولار بازیهاتون، گذار از جمهوری اسلامیتون، آمد نیوز و روح الله زم و شامورتی بازی هایی که در میاری تحت نام تئاتر دستگیری و اعترافات و بزرگ نمایی و دخالت ایالات متحده آمریکا و دخالت بریتانیا و اتحادیه اروپا برای ملیژکی به نام زم، فقط در راستای اپوزیسیون سازی، مخدوش کردن ذهنیت انسان کردی که شما هویت جعلی ایرانی یهود کثیف آنوسی داشته دید. این اون ماجرایی است که شما تعقیب کردید و حالا میخواید ادامه بدید. دستگاه‌های اطلاعاتی دولت یهودی آنوسی ایرانی بدانند آنچه که ما تا به این دقیقه گفتیم
واقعیت محض از اتفاقی است که شما به دنبال طراحی آینده این سرزمین هستید. همه باتون همکارن. شما وقتی روح الله زم رو میگیرید، کار کردش تموم میشه، توپ رو پاس میدید به علی جوانمردی. ببینید وایس آف آمریکا هست، BBC هست، رادیو فردا هست، دویچه وله هست، ولی این همه فایل خبری چرا بایستی برای علی جوانمردی بره؟ چرا بایستی به دست روح الله زم میرسید؟ این منابع داخل حکومتی کی هستن این خبرها رو به اینها میدن؟ خودتونید. چرا میخواید این کار رو بکنید؟ تابو و انقلاب و علی خامنه ای رو میخوایم کنار بزنیم و رژیم سکولار میخوایم و مرگ بر جمهوری اسلامی. تو وقتی میگی مرگ بر جمهوری اسلامی، داری این مرگ بر جمهوری اسلامی رو برای مکارم شیرازی میگی، چون اون میتونه رهبر بشه. داری برای سیستانی میگی، داری برای خراسانی میگی، چون کارکردش نمانده. نظام و سلطه شما بر جامعه حاکم شده، اقتدار دارید، حالا پوسته رو عوض میکنید، روایت رو عوض میکنید، داش مشتبه رو میذارید اونجا. میخواید این بازی رو بکنید. دور اول راپرین نذاشت، دور دومم باز نمیذاریم. شما فکر میکنید این وسط یک ملت فاسد بی اراده احمق ساختید، ولی ما در راپرین یک عده انسان انقلابی معتقد ساختیم. همونطوری که مجبور شدید بعداً رو کنید که جریان جانشینی خامنه ای است و حالا بازی رو یه جوری دیگه دارید میگردونید. فایل صوتی آقای محمد نوریزاد از این دارالخلا شما میاد بیرون به نام زندان اوین با آدرس بند 6 که این آقا از فرداش هم خبر نداره. واجبی خورش هم نمی کنید مثل آقای سعید امامی. خانمش هم نمیگیرید 2000 تا شلاق بزنید اعتراف بکنید یهودیه و در هنگام عمل جنسی با پره های قرآن خودشو پاک کرده. اینا رو نمیگید. میخواید این توهم رو در ذهن مردم بیاندازید که مردم چه کاره اید؟ شما هیچ کاره اید. شما از دور بنشینید و نظاره بکنید قضایا رو. ما اینیم. جهان با ما در تضاد است. جهان میخواهد در مقابل ما بیستد. ما یک مشت آخوند شپشوی یهودی آنوسی در مقابل این جهان ایستادیم. سناریوش میشه فیلم روح الله زم. نیروهای اینتلیجنس سرویس بریتانیا، نیروهای دستگاه استخباراتی فرانسه منو احاطه کرده بودن. پول و امکانات، هرچی حقوق میخوای بهت میدیم. تو یه جمهوری اسلامی رو زمین بزن. دولت آمریکا دنبال نیرو برانداز میگرده، دنبال نیرو مسلح میگرده. تو بلوچستان ریخته، تو کردستان ریخته. کسی که به دنبال تغییر باشه، نیرو مسلح بخواد، کسی که بتونه بزنه به مؤسسات، بخواد امکانات بهش بده، اون بلوچ‌ها، اون کردها و هر کس شما فراخوان بده، بگو من اسلحه در اختیار میذارم، میلیون انسان میاد که اسلحه به دست بگیره. تو چه احتیاج به روح الله زم داری مردی که کلاهبردار؟ با تلویزیون، تو با تلویزیون مردم ایران رو فاسد کردی. 200 میلیون دلار نمیخواد بودجه در سنا تصویب بکنی، پول بدی به تلویزیون های سلطنت طلب براندازی بکنن. 100 میلیون دلار میدادیم، ها تهرانم فتح میکردیم، علی خامنه ای و تمام آخوندها هم به دار میکشیدیم. اسلحه و امکانات میدادی همونطوری که دادی به PKK در سوریه. به من میدادی همون کارو میکردیم و میکنیم. نه از دور بشینی لنگش کن. من و تو رو ساختیم، جم تیوی رو ساختیم. وایس آف امریکا در راستای تحکیم سلطه کورپوریشن ایرانی یهودی داره کار میکنه. مردم رو بی اراده تر، فاسدتر، بی اخلاقتر، جنایتکارتر، نابودتر ساختید با این رسانه هاتون. 1 تریبون
داره تحلیل سرزمین رو درست انجام میده. تریبون راپارین کردوار سربخواست. هر اتفاقی در آینده بیفته صحت و سقم کلام ما ثابت میشه. وقت شما میمانید و انقلابی ترین جنبشی که تا به امروز این سرزمین کردوار به خودش دیده است. شما میمانید و خیلی عظیم انسانهای مأیوس نابود شده‌ای که ایمان میآورند به متن انقلابی راپارین. همونطوری که تا به امروز دیدید ما تونستیم جلو پروژه شما رو بگیریم. چطور آقای روح الله زم تو رو از عراق میربایند، علی جوانمردی رو نمیربایند؟ چطور دولت عراق در چارچوب همکاری با جمهوری اسلامی عمل ربایش و مکش شما رو انجام میده؟ آی علی جوانمردی در نزد مسعود بارزانی تازه پیشابم میریزه بر پرچم حلیم کردستانش، گروگانگیری میکنه، اعتراف گیری میکنه، پرستو کشی میکنه. چطور علی جوانمردی رو نمیگیرید، ربایش نمی کنید، مکش نمی کنید، بدزدید؟ چطور یه تیم حفاظت اطلاعات سپاه میاد در عراق تو رو قورتت میده، یه پرستوی مکش مرگ ما با بودجه 5 میلیونی میفرستن سراغ علی جان جوانمردی؟ حالا کارایی که شما کردید چی بوده؟ این داره میگه که رضا پهلوی فراخوان داد 4 نفر نرفت در مجلس. 4 نفر. ولی این فراخوان میداد اغتشاشات دیماه میشد. کی؟ آی روح الله زم. کاری هم که میکرد چیه؟ چی بود؟ ما خبر داریم از بیت رهبری، ما خبر داریم از اونجا که یک عده نشستن و سپاهیان اینطورین، اینو میدزده. این حرفایی رو که بزنی مردم میان تو خیابون اغتشاش میکنن، مثل حرفای علی جوانمردی. با این چی درست میشه؟ ایده انقلابی درست میشه، با این آرمان ساخته میشه، با این مردمانی رو میتوانی بسازی که این مردمان در کف خیابان حضور پیدا بکنن و از مرگ نهراسند و بخواهند تومار جمهوری اسلامی را در هم بکوبند، دولت یهودی آنوسی ایرانی را تکه تکه بکنن، مؤسساتش رو تسخیر بکنن و آتش بکشند. با این اخبارهای در پیتتون اینا مردم رو انقلاب، در کجای دنیا این حرفا مردم رو انقلابی کرده؟ نکنه این شام مورتی بازی هایی که کردید و یه عده مردم رو آوردید و کی این کار رو کرد؟ سپاه پاسداران. سپاه پاسداران هر وقتی خواست یه عده لیدر رو آورد وسط، پول ریخت، مردم رو کشید وسط خیابانی، مشتم کشته از این بدبختا گرفت. کار نداره که مجوز رو صادر میکنه، یه عده سپاهی رو میریزه وسط، میگه 4 تا بانک آتیش بزنید، شعار بدید، مردم بدبختم جوگیر میشن، میان داخل میشن و تو از اینا کشته گرفتی. به همین راحتی. کاری نداشت که. حالا میخوای پروژه رو انجام بدی، این پروژه به سرمنزل مقصود نخواهد رسید. آیه حفاظت اطلاعات سپاه ارباب بزرگ در آمریکا بداند نخواهد رسید. ما نمیذاریم این اتفاق بیفته. گو این که از 3 سال پیش تا به امروز بالاخره شما مجبور شدید اعتراف کنید، بالاخره امروز همه یاد گرفتن که این جریان جانشینی است. حتی اون مریشک هاتون هم وادار شدن که بعد از اینکه میگفتن آمریکا حمله میکنه و آمریکا تهدید میکنه و آمریکا میخواد گشایش بکنه و آمریکا نیرو میاره و ژنرال اینطوری میگه، کار به اینجا رسید که داستان جانشینی شماست آقای علی خامنه‌ای. و این کار رو تداوم ما در تحلیل های درستمون انجام داد. و اینی که شما نتوانستید پروژهاتون رو انجام بدید. همه فهمیدن داستان چیه. حالا این مردم نه با دموکراسیت هستن، نه با سکولاریزمت هستن، نه با شاه مجتبی و هر شاه دیگه که شما بیارید هستن. این سرزمین غصب شده، اشغال شده از توسط کورپوریشن یهودی آنوسی. این ایران دولت یهود است و آمدید مردمان ما را نابود کنید. این سخنانی رو که ما امروز زدیم، اگر کسانی سال 57 گفته بودن، امروز چراغ ما برای مبارزه با شما خیلی روشن‌تر بود.
اگر کسانی سال 57 تحلیل می‌کردند که این انقلاب خمینی انقلاب آمریکایی است و خمینی آمریکایی است، ما بعد از 40 سال گول بازی آمریکا و ضد آمریکایی و ضد یهودی شما را به نام مردم نمی‌خوردیم. پس این تحلیل های راپرین در آینده یقه این کورپوریشن آنوسی یهودی شما را خواهد گرفت و شما با این درگیرید، چون با حقیقت در افتادید. بدا به حال مردمی که خودش را منتسب به کورپوریشن یهودی آنوسی ایرانی می‌داند و حالش از این جهان متعلق به ایرانیت به هم نمیخورد، از این منجلاب و تعفن ایرانیت، از این جنایات 100 سال گذشته، از فقر و فحشا گرفته تا خودکشی، تا اعتیاد، تا قتل عام، تا کشتار دست جمعی، تا اسیر کشی، تا نابودی روح و روان مردم، تا دیوانگی مردم، تا هویت جعلی دادن به مردم، تا جینوساید هویتی از مردم کردن. شما این جهان متعلق به ایرانتان بجز فساد، بجز جنایت، هیچ چیز دیگری ظرف 100 سال گذشته نداشت و مردمان این سرزمین، مردمان سرگشته بی هویت این سرزمین، کرور دارن از این سرزمین فرار میکنن. جهنمی که شما یهودی ها ساختید برای این مردم و برای این کلان کردوار ما. این کلام حقیقت است و این کلام حقیقت بنیان تزویر و جنایت و ریای شما را برخواهد چید. این کلام خواهد ماند و این کلام بنیان شما را نابود خواهد.